کاری که میخوام بهتون نشون بدم وان آف وان این ورده. خود آقا بیژن گفته آقا یکی از 5 تا کار برتریه که توی عمرم ساختم. قرار نیست ارزون باشه، کار خاصه برای آدم خاصه، برای مجموعه خاصه. توی هر مجموعه هم بره لول کارو چندین لول میاره بالاتر. 4 تیغشو از این ارزون تر فروختم، ربطی نداره به تعداد تیغا. این کار فرق داره داداشم. بذار زمینه خوب پیدا کنم ببینم، همون زمینه چاقوساز باشه کارو نها کنیم. این فیبرا کلا یه نیم برگی اومد و تمام. این حاجی هم میاد جلو مغازه ما بساط میکنه، انشالله که پر خیر و برکت باشه واسش. آقا این کار فرق داره، این کار فرق داره. بعد بالاخره 12 سال تجربه، چاقو دیدن، چاقو دست گرفتن، دارم میگم این کار هیچ چیزی از نسل پرور کم نداره. این جزء کارهای قدر استاد بیژن صفاریه. هر کی هم اینو بخره مطمئن باشه الان اگه 65 پول میده بهش، سال بعد 100 تومن پولش هست. فیبر آلمانی درجه 1 که ترکیب سبز و آبیه توی نورهای مختلف. یک سر پرنده باربنداش از جنس ورشوه. دو تیغ خیلی خاص، جفتکاری درجه 1. نیاز به تعریف نداره دیگه، این یه چیز خیلی خاصه، واقعا خاصه. برای باز کردن تیغا جای ناخونش اینجاست. این تیغش عاشقشم، ببینید چقدر زیباست. به به، سوانکاری دستی، تماما دستاست. فنره درجه 1 ماشاءالله. یه 2 تیغ کلکسیونی برای یه مجموعه خاصه. نه من بردم پرداخت زدم، این سیاهی میایش رو یادم رفت تمیز کنم. مهرای 2 ستاره صفاری و مهر انگلیسی فارسی بیژن ستاره. تا تونسته ستاره زده به این، چون خودش هم خیلی دوستش داشته. این تیغو میبندم، این تیغو باز میکنم. این تیغو ببین چقدر تیغ نازیه. به به، کسی که دوستش داری دو دل نشو. لنگه این کار رو هیچ جا قرار نیست پیدا کنی. حواس با زوم 2 بیا رو اینجا. سوانکاری های استاد نسپرور هم دیدیم دیگه. خدایی کسایی که این کارن حرفه‌ای نظر بدن. این سوانکاری ریز در حد کارهای استاد نسپرور هست؟ به نظر من که هست، واقعا هست. هر 2 تیغو باز میکنم، جفت تیغم داشته باشیم. ببین رخ کارونه، تو رو خدا، یا خدا. اینو نگاه، این پشت رو نشون بده. واسه اینکه این که اصلا مشخصه قشنگ موازی، ولی 2 تیغو با هم میبندن که ببینن کار گیر و اینجور چیزا که نداره توشون. یه سوانکاری خیلی خاص هم توش داره. بهبهیه. آقا من خودم دارم میگم گرون هست ولی لنگش نیست. کاش اینو میتونستم با زبان ساده تری بگم بهتون. وقتی یه چیزی خیلی خاصه، وقتی لنگش نیست، وقتی مانافانه، یعنی تو کل دنیا رو هم بری بگردی نمیتونی عین اینو پیدا کنی. صد البته یه ارزش افزوده باید برای صاحب قبلیش داشته باشه که راضی بشه این رو بفروشه. یعنی حالا یه 10 تومن 15 تومن خیری بره داخل جیبش که دلش بیاد این اثر رو از کلکسیونش جدا کنه بده به کلکسیون شما. به خاطر اونه که اگه یه مقدار فردا فکر نکنید آقا دیگه همه کارهای استاد بیژن صفاری دیگه رفت بالای 50-60 میلیون. نه، این کار خاصیه. به نظر من کارشناس این کار خاصیه و انقدر میارزه. واقعا خودم هم دو دلم شاید اصلا خودم برش دارم.